بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو وطنوالو، درنو خویندو اورونو، خواهران و برادران عزیز هموطن، سلام ها، احترامات، تعظیمات و تمنیات نیکی مرا قبول بکنین. استاسو دنک مرغی دو خوشحالی و دو حوصایی پهیله. ما صحبت امروز با کمال افتخار به حضور شما تقدیم میکنم. ما امروز مثل همیشه کدام بحثی ندارم، اما بیاین که پیش از اینکه بحث شروع کنیم به حسب معمول همون کارتون برادر عزیز ما دلسوز های ببینیم که گله نکنن که کارتونشان نشان ندادیم. اینجا ببینید که ولسی جرگه افغانستان با فیصله که در قسمت قرارداد همکاری های استراتژیک همراه امریکا کرده و احمدی نژاد البته مایوس و ناامید ساخته و این رقم همراه خلطی پولهاش رخصتش میکنه و ناامیدش میسازه. تشکر دلسوز صاحب، همکاریایتان همراه تلویزیون پیام افغان دوام بتین. تشکر. و همچنان یک CD بسیار مقبول از طرف محترم سید مصطفی هاشمی به من روان شد که عنوان عزیز در قلمرو نهان بینان. واقعا یک مجموعه بسیار عالی است. کسایی که البته به شعر و شاعری و به عرفان اینا علاقه دارن، اگر سید مصطفی هاشمی صاحب همه میشناسه، همراهشان تماس بگیرین و یک کاپی CD را اگر به فروش است از بگیرین و اگر براتون توفه بگیرین. واقعا دلچسب است، بشنوید. بیننده محترم، امروز آمدم که از حضور همه شما خدا حافظی بکنم و این آخری بار است که من به صفحه تلویزیون پیام افغان ظاهر میشم. یک سلسله حوادث اتفاقات البته در گذشته، در 10 روز گذشته رخ داد که البته جناب محترم عمر خطاب، رئیس و گرداننده و مالک و صاحب تلویزیون، ایره مصلحت دید که دیگه پروگرام های ما پخش و نشر نشه. ما چون هر قدر فکر کردم بیانی نکردیم و یا کاری نکردیم که موضوع ندامت داشته باشم و عذر بخوایم، اگرچه که عذرخواهی به ذات خود اما خصلت بزرگ عالی انسانی است. اما طوری که من به عقیده خود احترام دارم و به آزادی بیان عقیده دارم، همین رقم من به فیصله جناب محترم عمر خطاب هم احترام فوق العاده 10 چند احترام دارم. هر فیصله که کردن پیش مقابل قدر است و از صمیم قلب ای را پذیرفتم و هر کاری از خود آغاز و انجام داره باید هم انجامش همین رقم. گرچه که من در سابقم بارها به حضور خطاب صاحب تکالیف صحی خود را به عرض رسانده بودم، مخصوصا مشکل رفت و آمد و درایو و اینا و مشکل بینایی که داشتم و خطاب صاحب بارها گفته بود که اگر تو برآمدی ما دروازه تلویزیون پیام افغان هم بسته میکنیم. اینقدر لطف و محبت و صمیمیتی که من دیدم. ما هموطن عزیز، من زاده و پرورده یک خانواده و یک فرهنگ هستم که پایه های اساسی از او لحاظ و پاس و احترام تشکیل میدم. ما وظیفه اخلاقی خود میدارم که از صمیم قلب صادقانه از جناب محترم عمر خطاب تشکر بکنم. ممنون هستم، مشکور هستم. 4 سال قبل بدون جبر و بدون فشار و بدون کدام انگیزه مالی مرا آوردن و به تلویزیون جای دادن و پهلوی خود نشاندن به حیث یک همکار. و این همکاری در مثل که در پروگرام گذشته گفتم، تکرارش نمی کنم، در ساحه در محدوده تلویزیون باقی نماند. روابط بسیار حسنه و قوی برادرانه و دوستانه را ایجاد کرد که پیش مقابل احترام است و هیچ نوع ارتباط به این مسئله بودن و نبودن من نمیگیره. امو روابط البته مطابق امو عنعنات افغانی قول و اینا انشالله که دوام خواهد کرد. من هیچ یادم نمیره شب اولی که خطاب صاحب مرا خواست برای یک مصاحبه، تاریکی بود، راه تلویزیونم گم کرده بودم، اما چون آدم محافظه‌کار هستم
همیشه 1 ساعت 1.5 ساعت وقتتر میام. بالاخره راه را یافتم آمدم و خطاب صاحب آماده بود و تراد دست مرا گرفت و به استودیو آورد. 2 چوکی بود، چوکی قایم و محکم خودشان گرفتن و یک چوکی دیگر به من دادن که همین سیستم هایدرولیک از این خراب شده بود. با مجرد که سر چوکی شیشتم چند اینچی پایان تر آمد و صاحب خطاب صاحب قدش بلند و من قدم پخش بیز و قد بلند من ندارم و کسی هم مرا نگفت که طرف کمره سیل کنیم و طرف خطاب صاحب سیل میکردم. یک صحنه عجیب غریب بود که خاطره است تا حال به یاد من مانده. من میرم اما ما برای جناب محترم عمر خطاب از بارگاه پروردگار عالم موفقیت، سعادت، سلامتی و خوشبختی میخوایم، مخصوصا که این رسالت بزرگ را که عبارت از پیام افغان است. پیام کدام افغان؟ پیام افغان رنج دیده، درد کشیده بدون تظاهر، پیام میلیون ها افغانی که زیر ظلم است. 36 سال است که ظلم میکشه، با احساساتش بازی شده، با قلبش بازی شده، همیشه فریب خورده و فریب داده شده، پراگنده شده، متشتت شده، به نام اقوام تقسیم شده، اقسام نفاق و شقاق در بین از اینا ایجاد کردن. یک تعداد دزد و رهزن و فاسد و خائن و جانی، بگذاریم از عوامل خارجی، بالای از این مردم حکومت میکنه. خارجی به نحوی سر از اینا ظلم کرد و عناصر داخلی تا امیال ظلم کرده میره. این پیام افغان است و من یقین دارم که آقای خطاب این رسالت بزرگ خود را درک کرده و امی که چراغی از این تلویزیون روشن نگاه کرده، آفرینش، احسن تو آقای خطاب. این کار آسان نیست. من میفهم که زندگی شخصی خود را وقف اینمی خدمت بزرگ کرده. من به حقش دعا میکنم، به حق تلویزیون پیام افغان دعا میکنم، با یک قلب بسیار خوشنود، بسیار سرشار. من همین تصمیم قبول میکنم، لبیک میگم و از حضور شما من رخصت میشم. قرار بود که امروز هیچ پروگرام نشه، اما من از خطاب صاحب خواهش کردم که برادر حداقل 1 نیم ساعت را به من بان که من همراه بیننده های محترم یک دین اخلاقی است که خدا حافظی بکنم. دیگه از همه خواهش میکنم که ویر ادعا نمیکنم که حیات تلویزیون مربوط ما است و این نهایت خودخواهی است. باز مردم فکر میکنن که من فلانی جای نبودم، فلانی جای چپه خواد شد و از این روی به این روی خواد شد. چیزی نمیشه برادر. من جز یادها و خاطره ها خواد شدم، اما تلویزیون پیام افغان به جا میمانه. تلویزیون پیام افغان است و واقعیت های افغانستان زنده هست. اگر من این پروگرام که در لابلای واقعیت های افغانستان است نباشه، واقعیت های افغانستان پاورجاست. یک دانشمند دیگه، یک فهمیده که از من براتب داناتر است، او خواهد آمد و همین پروگرام پیش خواهد بود. یا اگر نه، این واقعیت ها به انواع مختلف توسط خود خطاب صاحب، توسط پروگرام های دیگه البته ای بربلا میشه و از واقعیت ها ما واقعیت پسندیدیم، با واقعیت عقیده داشتیم، با واقعیت ایمان داشتیم و البته که تلویزیون پیام افغانم اینمی رسالت خود در برابر شما انجام میده، در برابر ملت افغانستان انجام میده. برادران، ما مختنیایی داشتیم. خواهر عزیز من، روزهای اولی که به تلویزیون آمدم طبعا تماسهای تلفنی بوده، بعضی وطندارا شناخت نداشتن چون محیط پر از شکاکیت است، هر رقم شک و تردید است. سخنایی میشنفتم حلق و گلونم خشک میشد، کمک فشار بالا میرفت، مسائل شخصی میگرفتم، جوابای زشت و تند میدادم. اما یک شب پا خود نشستم که جناب تو برای اقناع خودخواهی های خود آمدی یا برای خدمت مردم افغانستان؟ تو خدمتگار اینمی مردم هستی. هدف چیست؟ هدف خدمت برای افغانستان است. این که چی تأثیر آورده میتونی، چی تغییر آورده میتونی، مسئله علیحده است. اما تا جایی که نمی امکانات میسر است، امی کمره است و امی میکروفون است، تو باید امی خدمت صادقانه انجام بدی. تغییر در افکار ما آمد. گفتم نه دیگه من آزرده نشدم از شنیدن انتقاد. تا وقتی که دشنام نشنیدم،
تلفن روشن ماندم. گفتم بگو برادر. و همین شیوه تحمل پذیری نتایج مثبت خود داد. یک نتیجه که خود ما بیننده خود را به این قناعت آوردم که مرا بشناسن. و دوم دیگر تأثیراتی از این بالای دیگرایی که تلویزیون سالار بودن و از تلفن سوء استفاده میکردن که منم کسی که خوب گپ میزد خوب، که گپ نمیزد خراب پور قطکو. اما همین تأثیر در دیگر جایم دیدم که من سر از این افتخار میکنم. هدف مهم است هموطن عزیز من. هدف خدمت افغانستان است. کسی که همین خدمت صادقانه قبول کرد باید با تمام اونمو امراضی که در وجود همه ماست، عبارت از خودپرستی است و خودخواهی است و غرور است و ولا ما جریحه دار شدم و مرا ولا اهانت کرد و مرا توهین کرد و این از این گپ آدم بگذره. بیایین که بریم به شیوه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت محمد تنها یتیم بچه بی کسی که رسالت برش داده شد، تنها بود، کم توهین شد، کم تحقیر شد، اما او هر روز میتونست که با یهود و با نصارا و با منافق و با شیطان دست به گریبان شود. اما هدفش پیشش مهم بود. هدف اگر که مقایسه از این پروگرام کت راه محمد و هدف محمد و رسالت حضرت محمد مصطفی کار درست نیست، اما مطلب سر هدفمندی است که هدف چیست. برای تعقیب از این هدف هیچ خودخواهی جای نداره، هیچ نوع تعصب جای نداره، هیچ نوع بدبینی و بغض شخصی جای نداره. صادقانه بشی، پیش خدا خودم مسئول بدان، پیش ملت افغانستان خود مسئول بدان، راست بگو، حقیقت بگو و حقیقت صادقانه رو بگو بدون از اینکه تحت تاثیر. خب در ابتدا مردم میگفتن که عارف عباسی محمد ضعیف و پشتون است میگه، ولی من محمد ضعیف، هر کسی یک قومی داره، ما این کار نکردیم. بله و محمد ضعیف یک شعبه پشتون است، دورانی و غیر ذالک، اما هیچ وقت اجازه ندادیم که محمد ضعیف بودن ما یا پشتون بودن ما سر طرز تفکر ما، سر احساس ما، سر بیان ما تأثیر بندازه. این خدای ما شاهد است که خداوند مالک دل هاست. من نوکر ازبک هستم، من نوکر هزار هستم، من نوکر تاجک هستم، من در خدمتش هستم. او مردم مظلوم بینوای راستی ظلم کشیده، درد کشیده، رنج دیده، بدبختی که امروز اینقدر اینا از کوره های داغ ظلم و استبداد تیر شدن. من خودم اصلاح کردم، به مرحله رسیدم که متدرجاً بیننده من امیر درک کرد. اما تلفن هایی را که با قهر و با غضب و با خشونت می گرفتم با محبت تبدیل شد، با لطف تبدیل شد. من کلمات بسیار بسیار محترمانه شنیدم. در انگلیسی یک گپ بسیار مقبول است که سلفلسنس میگن، سلفلس. هر قدر پالیدم که اگر در فارسی از خود بسازم کدام معنای خوبه نتانستم. منتها یک معنایی که به این کمکی سر و کار داشت عبارت از خودگذری است. نه تنها خودگذری، خود فراموش کردن است، خود را نادیده گرفتن است در برابر تمام غصه های افغانستان، در برابر تمام دردهای افغانستان، در برابر تمام رنج های بیکران افغانستان، در برابر آبروی ریخته شده، وقار برباد شده و نام فروخته شده افغانستان باید ما خود فراموش کنیم. ما بگوییم که خدمتگار افغانستان هستیم و در اینجا هیچ نوع امو مسائلی که راستی ابی هدف صدمه میزنه که او غرور است و خودخواهی است و جریه دار شدن احساسات است و مرا تحقیر کرد و مرا توهین کرد، این گپا نباشه. واقعیت بپذیریم، تحمل پذیر باشیم، انتقاد پذیر باشیم، قبول کنیم، عفو داشته باشیم، بخشایش داشته. شما قبول کنید یک بیننده که همه شما نام از او رو میشناسید، همیشه تلفن میکرد،
یک باری مرا متهم کرد که تو محمد زئیستی و پشتون هستی و دیگه هستی تاجکار میکوبی و تو چرا فلان کس بد میگی. صاحب یک شب چون ما مریضداری بودیم تلفن خانه خود قطع نمیکردیم، گل نمیکردیم، شب تا به صبح این آدم برای من مسیج ماند، هر مسیج نیم ساعته زن و فرزند و ناموس مرا دوزد. ما او را میتونستم که امور ثبت کنم، نامش هم یاد داشتیم برات بیارم بشنوانم که گوش کو که برادر این آدم به من چی میگه. اما روز عید شد من برش تلفن کردم، گفتم برادر من، عزیز من، چرا قربانت شم؟ تو اشتباه کردی، تو غلط کردی. من نوکر کس نیستم، من کدام پیوند دیگه ندارم، من از کسی پول نگرفتیم. تو هم از امی تعصبت بگذر. مسائل مثل یک افغان بی. به هر حال این مسائل است که جز تجارب است، به چی وقتش گرانبهای شما رو بگیرم. البته بیننده محترم، این آموختنی های ما بود، ما افتخارات هم داشتیم. در این شرایطی که ما بیرون برآمدیم، اینقدر ظواهر مادی حاکم است و حاکمیت سر افکار مردم داره که معیارهای سنجش مردم و ترازویی که وزن میکنن مردم ترازوهای متفاوت است. مثلا در کدام جای خانه داری و این خانه تو چه قم و جلل است و کدام رقم موتر سوار میشی و دیریشی تو آیا جورج ارمانی است یا نیست، یا نکتایی تو فلانی جایی است یا نیست، یا ماه چند دفعه تو دعوت میتی و میمانی مندازی. اینی شهرت است. اما با تمام این امی رقم ذهنیت ها، امی رقم مادی پرستی ها، هستند انسان های شریف و نجیبی با وجدان و با مناعت و با قناعتی که البته معیارها پیششان چیز دیگه است، قضاوت ها طور دیگه است. اونا خدمتگار خود را، اونا خدمتگار صادق وطن خود را، اونا خدمتگار راستگوی واقعی بین خود را، واقعیتگوی خود را میشناسن، قدر میکنن. و در این شرایط کسب شهرت هم البته آسان نیست. بعضی از دوستا من گفتن که تلویزیون پیام افغان بود که برای تو شهرت داد. درست است، تلویزیون پیام افغان یک وسیله شد، اما کسب شهرت در این شرایط، در این طرز تفکر، تا که اهلیت نباشه، تا که لیاقت نباشه، تا که شخصیت نباشه، انسان کسب شهرت کرده میتونه. به صد میآید در تلویزیون و به صد میره، اما نمیتونن که همون شهرت در بین جامعه. من خواهر و برادر من صادقانه برای شما و حیث یک برادر بسیار از صدق دل صحبت میکنم امروز، که همیشه صحبت کردیم، یک امروز نیست. ببخشید یک پیاله چای بخوریم. پیاله نه، یک شب. صاحب بابا محفل عروسی بودیم، خدا داناست که دروغ نمیگم خدمت شما. زنی کهنسالی با چوب دست آمده از میز خود آمده پیش من استاد شده که آقای عباسی قربانت شم، تو چشم و چراغ ماستی، تو صدای ماستی. من همیشه پروگرام هایت میبینم، من که به طرف قد خمیده از این خانم محترم میدیدم و این احساس پاک از این میدیدم کی وطن خود دوست داره و همون صداهایی را کی میخواه بکشه از زبان من میبرایه. من دستایش بوسیدیم. پشت سر دیگه خانمی آمده، جوانی آمده، کاکا جان پروگرام هایت میبینم. در این شرایط و یا ایست که در مراسم تدفین دیدیم که 10 نفر همه تو قطار استاده منتظر است که همراه ما بغل کشی کنن. عباسی صاحب چشم و چراغ ماستی، عباسی صاحب افتخار ماستی، عباسی صاحب صدای افغانستان هستی. برادر از این کده افتخار بالاتر هست؟ اگر من امروز میلیون ها دلار می داشتم، اینمی افتخار و امی راحت به نصیب من نمیشد. من نه خانه سر کو دارم، نه موتر لوکس دارم، نه یک زندگی بسیار مجلل دارم. یک زندگی بخور نمیر دمی امریکا دارم، در خانه کرایی زندگی میکنم. اما با وصف تمام اینمی گپا که مرا مردم قدر میکنه، مرا مردم عزت میکنه، از اروپا گرفته تا کانادا، تا خود امریکا، تا افغانستان. باور کنین که ما به 10 های میل از جوانای افغانستان گرفتیم.
یک اتحادیه گفت عباسی صاحب می کرای تیاری تبتی اینجا میمان ماستی، تو را به موتر نه به سر شانه خود از میدان تیاره میبریم، بیا یک چند بیانیه را به می پوهنتون کابل بتی. باور کنین که این خلاف نمیگم. این همی افتخار است که در زندگی یک آدمی این پیدا میکنه. اما برآمدن از تلویزیون قلب مرا جریحه دار نمیسازد. این همی کفایت میکنه. مصلحت به می شد. البته مصلحت ندید ریاست تلویزیون که دیگه پروگرامای ما دوام کنه که خیر و شر تلویزیون خودشان بهتر میدانند. و من میفهم که روشن نگه داشتن چراغ یک تلویزیون چقدر مشکل است. از افتخارات دیگی که به نصیب ما شد امیست که ما به 10,000 هموطن خود باز صدایش برآمد، باز ازش شنیدم، باز را نشنیدم. با هزارها وطن پرست، با هزاران عاشق دلسوخته افغانستان ما پیوند شدم. پیوند معنوی، از لحاظ افکار، از لحاظ احساس. در هر نقطه دنیا که بودن اما چای خود دم میکردن، پیش تلویزیون میشیشتن که امروز کهن مرد عارف عباسی میایه و 4 کلمه میگه. اینمی برای من یک تداوی روانی است. این در مجموع به همراه همه بود، جوان و پیر و حتی چپگرا و راستگرا و این متدرجن آمد، متدرجن مرا پذیرفتن. امی که خود ما یک سیر تکاملی طرز دید خود پیمودم و اصلاحات در طرز دید خود آوردم و همچنان امی صداقت پیام مرا مردم درک کرد. برادر، بهایی که در برابر آزادی بیان از طرف ما پرداخته شده بسیار بهای کم است. مردمای دیگه در طول تاریخ برای عقاید خود، برای مفکورهای خود قربانی های بسیار بزرگی را دادن. خوب از استادن یک برنامه تلویزیونی و قدر چیز نیستی، بهای بسیار کم است که آدم برای یک ارزش والا، برای یک هدف مقدسی را از دست میده. با کمال احترام به فیصله دیگه صاحب، زنجیر وحدت و همدلی و همبستگی فکری با یک عالم دانشمندا، فامیده ها، صاحب نظرها ما پیدا کردم. مردمایی که به مراتب از مکده دانشمند بودن، فهمیده بودن، صاحب مطالعه بودن، تلفن نمی کردن اما بعد از پروگرام تلویزیونی به همراهشان به تماس بودیم. ما از فهمشان، از دانششان، از تجاربشان همه فیض بردیم و همونا به مو بزرگواری خود مهربانی کردن، لطف کردن، مرا تشویق کردن که تو واقعا اولاد صدیق افغانستان هستی. ما از این نیم ساعتی را که برای ما میسر شده نمیخوایم که خودستایی کنم یا از خود چیز بگم. منتها این چیزایی است که اتفاق افتاده، همین افتخارات ما بوده و همکارای بسیار نازنین در تلویزیون داشتیم. بعضیشان تشریف دارند، بعضیشان نیستند. احترامشان فوق العاده پیش ما زیاد است. ما همین مفکوره خانواده بودن تلویزیون، همین مفکوره را ما ساختیم. دیگه از افتخارات ما بوده که تنها پروگرام‌های ما منحصر به مسائل سیاسی نبوده. درد وطن، اول یک مفکوره داشتم که اگر من یک صندوق اعانه ملی را بسازم، در امریکا هر خانواده $5 و در اروپا 5 یورو را به می صندوق پرتن که به صورت منسجم، به صورت درست منظم ما بتانیم به افغانستان به صورت معقول و دوامدار کمک کنیم. این که یک جاکتی را در جان کس کنیم و یک کلوش را در پای کس کنیم، این چاره نیست، این علاج نیست. نه، بیا که برش کار پیدا کنیم، بیا که ترویج کنیم، بیا که در فن در بگیری در امان این را برسانیم که به پای خود استاد شود، دیگه محتاج ابی کمکی با تو نباشه. اینمی مفکوره ما بود. سر ازی بسیار کار کردم اما متاسفانه که چونی تشکیل بسیار وسیع کار داشت، از عهده یک تلویزیونی برآمده نمیتونست این رقم این مفکوره نامکمل ماند. اما
ایان جمع آوریایی که شده ما سهم گرفتیم. با کمال افتخار میگم که به ظرف 1.5 روز ما تانستیم که ما و تیمورشاه حسن در زیر سقف امی تلویزیون با استفاده از اعتبار و نام امی تلویزیون ما $120,000 $130,000 جمع کنیم. و در پالوی ازی مرا آرام نمی گرفت که این خو یک وسیله است که برای تو خدا داده. کار خیری دکتر صاحبایی بودن به مصرف خود به ابتکار خود افغانستان می رفتن و می آمدن. برادر تماس گرفتم که چرا تو پراگنده میرین؟ بیاین کبیر انسجام بتیم. صاحب بعد از مذاکرات، بعد از بسیار مجالس، اسکایپ، بگیر نمان، بالاخره موفق شدیم که همین انجمن دکترای رضاکار برای افغانستان بسازیم که فضل خدای کریم و رحیم اینا بسیار خدماتشان پیش رفته. دمی ماه جون تقریبا 4 نفر دکتر ما افغانستان میره و ما یگانه خواهشی که از تلویزیون پیام افغان دارم که همکاری خود با اینا دوام بتن، گاه و بیگاهی از فعالیت هایشان نشر کنن دیگه کنن. و در اینجا من ضرورت میبینم که از یک تعداد بزرگوارایی که دمق وقت دعوت مرا قبول کردن با من مصاحبه کردن و بعض وقتا ما از مشوره هایشان برخوردار بودیم. از بزرگوار محترم دکتر صاحب صمد حامد که به من لطف خاصی داشتن، ما از صمیم قلب تشکر میکنم. اگرچه که اونا میمان برنامه ما هیچ وقت نشدن و میگفتن من مریض هستم، حوصله گپ زدن ندارم. جناب محترم استاد بزرگوار ما غلام حیدر داور البته چندین بار میمان ما شدن. دانشمند محترم استاد سید عبدالله کاذب که هر یک ماه بعد 2 ماه بعد میمان این برنامه میشد. من از دانشش، از فضلش من فیض میبردم، بیننده های من فیض میبرد. همچنان آقای دانشمند و فاضل محترم عبدالعزیز فروغ، یک متخصص ورزیده کودکار امور انکشافی و پلانگذاری افغانستان، برنامه های بسیار جالب اقتصادی را از طریق امی برنامه خدمت شما تقدیم کرده و شما شنیدین. همچنان من از جناب محترم پروفسور علی احمد جلالی اظهار امتنان دارم که دعوت های مرا قبول کردن. 2-3 بار همراه من مصاحبه کردن و مصاحبه البته خوبی بوده. یعنی بزرگوارایی بوده که من و فراموش نکنم که دانشمند محترم موسفید محترم سید خلیل هاشمیان بارها کتیم پروگرام گرفته، مشوره داده، لطف کردن، شخص قابل احترام هستند، شخص مطبوعاتی هستند. و بزرگوار محترم دکتر صاحب ستار سیرت که بعضی وقتایی که ما در مسائل دینی نمیفهمیدیم و مشکلات داشتیم، همراهشان تماس گرفتیم، ازشان معلومات خواستیم، این معلومات به ما دادن. هیچ وقت صحبت ما و سیرت صاحب سیاسی نبوده، سر مسائل دیگه نبوده. ما فقط از دانششان، از فهمشان استفاده خود کردیم و اینا لطف کردن همیشه همین معلومات. و خدا بیامرز، خدا غریق رحمتش کنه، این ماه جون است بخلم که سالشان هم پوره میشه. مرحوم فضیلت ما مغفور عزت الله جان مجددی یک دعاگوی ما بودن. بعضی وقتا که شناسایی مردم پیش من مشکل میشد، میگفتم که حضرت صاحب ابی فلان کس کی است؟ میگو پدرش چیست و پدر کلانش چیست و مادرش چیست و دخترایش، یعنی دامادهایش است و نواسایش است، همه را میشناختن. یک انسایکلوپدیای مکمل بودن که ما خداوند غریق رحمت خود کنه. برادر، برای یک بنده عاجز بیچاره غریب بینوا از این کده افتخار کجا پیدا میشه که اینقدر در جامعه در مدت 4 سال بتانه که دوست و مهربان و اینا. از شما بیننده های محترم، از تلفن کردن هایتان، از لطفتان، از نظریاتتان، ای که در پروگرام تلفن کردین یا در خانه تلفن کردین، از قهرتان، از غضبتان تشکر میکنم. شما مهربان بودین به حق من
و همون کسایی را که اینا متهم میکردن که مثلا اینا اجاره دار هستن و دیگه هستن، قاضی صاحب همیشه صدایت به گوش بس. این طرز تفکر خودت، طرز دید خودت، رای خودت بود. اما پیشوا یک دوست ما بودی، عمر دیر شد، همیشه می آمدی اسفندیار صاحب با مو صحبت های ملایمت که همیشه که اسفندیار صاحب صحبت میکرد من میگفتم که بدین تمکین که ساقی باده در پیمانه میرسد و امو را خوش داشتم و صحبت میکردن. جناب محترم ملیار قاصد صاحب که همیشه اما احساس وطن پرستی خود فکر میکرد کل مردم کر است، اینقدر بلند صحبت میکردن، همیشه به قلب ما جای دارن. جز خواهد نعیم جان از لندن و همین برادر هزاره ما که من متاسفانه نامشان با چه شیرینی و با چه مقبولی صحبت میکردن. این خاطرات خوش زندگیم است، ولو که تکرار هم آمدن، همیشه هم تلفن میکردن، برای من یک افتخار بوده، ما قدر میکردم. بعضی وقتا اگه من برادر آخری صحبت میکنم که صحبت های من بالای اشخاص هیچ نوع انگیزه شخصی نداشته. ما یک آدمی را زیر بحث قرار ندادیم که او مربوط کدام قوم است. هیچ وقت قومی از او مطرح بحث من نبوده. تنها اعمال از او و چیزهایی که او در حق مردم افغانستان کرده ما او را مورد قضاوت قرار دادیم. یا گروپ بوده، یا تنظیم بوده، یا هر چیزی که بوده، خدای ما بالای سرم است. هزاره، ازبک، تاجک، نورستانی، پشتون، همه پشه‌ای، همه ای اقوام افغانستان توته های قلبم هستند. ما در خدمتشان هستم. مسئولیت های بسیار در زندگی دارم، قلم شکسته دارم کلوچک. یک اعتراف آخر میکنم، اجازه بدین فرزاد جان یک دقیقه را که ما امیر عرض کنم. ما همکار قلمی پورتال افغان جرمن آنلاین هستم. چون موقف تلویزیونی داشتم، باز مسائل به زیر نام عارف عباسی بنابر باز ملحوظات نوشته کردن میتونستم. نام مستعار داشتم به نام سالم سلامت که ما به زیر نام عارف عباسی و زیر نام سالم سلامت مقالات نوشته کردیم. منتها من دو چهره را به خود نگرفته بودم که اگر زیر نام عارف عباسی ملیگرا بودم و در زیر نام سالم سلامت خائن ملی بودم، اطور نبوده. ما به زیر هر دو نام امو رسالت خود را، امو وظیفه اخلاقی و ایمانی وجدانی خود با اولمو امانتداری قلم. اما ملحوظاتی بود. نام مستعار انتخاب کردن کدام گناه نیست و من کدام گناه را مرتکب نشد. حالی که این موقع برابر شد، برای شما میگم که سالم سلامت عارف عباسی بود. شما برین با آرشیف افغان جرمن آنلاین، اگر شما کدام مقاله ضد منافع ملی را، کدام مقاله خائنانه را در او یافتین، بگین که عارف عباسی والا تو دو چهره داشتی. وقت نیم ساعت پروگرام پوره شده، من از جناب خطاب صاحب تشکر میکنم که همین وقت در اختیار ما گذاشتن. ممنون هستم. با یک خاطره خوش، با یک خاطره نیک بیرم. و من از دوست عزیز خود فرزاد جان، همکار تکنیکی خود که همه قدر سالها که ما مهربانی کرده و پروگرام مرا مقبول ساختن و آوردن و این رقم، و از همکار عزیز خود در جمله همکارا از که حیثیت برادر خرد مرا داره، تیمورشاه حسن تشکر میکنم. دوست خوبی ما بوده، مهربانی کردن و ما هر وقت در پروگرام های خود لطف زیاد نشان دادن، از اما حدشام زیادتر مرا توصیف کردن و دیگه کردن. همیشه خاطراتشان به قلب ما است. دیگه باقی شما را به خدای عالم میسپارم. موفقیت شما را، سعادت شما را، سلامتی شما را در مجموع با خانواده های محترمتان. اما آمدیم در قسمت افغانستان، بیاین که دست بالا کنیم و دعا کنین امرای من که پروردگارا الهی تو رحمتت بالای مردم نازل کو. این مردم بیچاره و بینواره از مغضوب بودن به رحمت شدگان الهی بیار. الهی ای را ببخشی مردم. الهی تو خیرت، کرمت، لطفت، رحمتت شامل حال ملت افغانستان کو.
الهی تو به عظمت خود، به روحانیت حضرت محمد پیامبرت و به برکت حرف قرآنت، پروردگارا الهی سعادت، خوشبختی را، وحدت به نصیب مردم افغانستان کو و از چنگال عزیز دی و دد و اهریمن الهی تو نجاتشان بدی. خدایا بنده ها عاجز مانده، قدرت پیش توست. آمین یا رب العالمین. خدا حافظ شما.